به قدر میگه نوشتن کم بوده که به چشم نمیرسید. بنابراین چه خیلی میتونیم تصور کنیم که در اون زمان هزارها کتاب بود. از کتابخانه ملی به آتش کشیده شده خبر دارند و از محل اون خبر ندارند. در کجا صورت کتاب سوزی اینها باور کردن امکان نداره، چون که وقتی طبقه بندی باشه و علم فقط مونوپول یک گروه باشه هیچ ممکن نداره که ده ها هزار مثلا مؤلف داشته باشه، کتاب داشته باشه مؤلف. استاد، آیا مسلمان ها در تاریخ کتاب سوزی کردند؟ برای بررسی این مسئله ما باید که همون زمان ببینیم که به چی وسایل مثلا می‌نویسن، چی وسایل برای نوشتار و تدوین استفاده میشه. یکمش دومش که آیا همون مردمی که همون زمان زندگی میکردن آیا فرهنگی نوشتاری داشتند یا نداشتند؟ آیا ترقی کرده بود یا ترقی نکرده بود؟ آیا خودی مثلا تعلیمی و تدریسی همین نوشتن و خواندن آیا در اون زمان اینکه بسیار به شکل گسترده بین مردم پخش بود یا نه؟ ببین مردمی خصوصا مثلا همون زردشت یک چیز به نام طبقه بندی داشتن که مردم به 4 طبقه جدا کرده بودن. فقط یک طبقه مثلا چی داشت؟ حقی همین نوشتن و تعلیم گرفتن و یاد گرفتن و خواندن و نوشتن داشت، دیگر طبقه نداشتن. این سه در همون حکایه که هم هست که فردوسی آوردگی است. وقتی فردوسی با اون کفشگر روبرو میشود اونجا هم نقل شده است که این اونا یعنی که نوشتن با خوندن این مونوپول یک طبقه بود فقط، خلاص نمیخواستن که فکر میکردن که اگر دیگه طبقه هم اگر خوندن و نوشتن یاد گیرن منصب از اونها میگیرن، بنابراین اینا این سه مونوپول خود کردن. این سخن ما رو در نشریه زردشتی فراوهر شماره 476 مرداد سال 1396 هجری شمسی پژوهشگر برجسته زردشتی به نام کتایون مزداپور، این زن است، خدای زردشتی است، میگوید که جامعه ایرانی هرگز نوشتاری نبود. این یگان مسلمان نیست، این یگان به اصطلاح عرب پرست هم نیست، ایران ستیز هم نیست، بلکه یک زردشتی از یک زنی است که میگه که هیچ وقت ایرانی‌ها نوشتاری نبودند که پیش از چیز، پیش از اسلام در نظر دارند. یعنی به قدر میگه نوشتن کم بوده که به چشم نمیرسیده. بنابراین چه خیلی میتونیم تصور کنیم که در اون زمان هزارها کتاب بوده است. کتابخانه ها بودن 10 ها مثلا. مادامی که جامعه نوشتاری نباشد کدام کتابخانه میشه اونجا؟ مثلا همون کتابخانه در کدام شهر بود؟ در سمرقند بود یا بخارا بود یا توس بود مثلا یا در اصفهان بود؟ در کجا بود مثلا این کتابخانه‌ای که میگه که در اونجا 10,000 کتاب ساخته شده؟ یا به گفته همون مرتضی مطهری میگه که از کتابخانه ملی به آتش کشیده شده خبر دارند و از محل اون خبر ندارند که در کجا ساخته شده است. ببینید یک روایت هست که ابن خلدون که بعد عصر 8 اومده گفت زده است این مسئله. ابن خلدون اومده گفته است که دعوا کرده است که گویا که مسلمان‌ها چوکنن کتاب ساخته. حالا که این عصر 8 اومده است تو این ما 10 ها تاریخ نگار داریم. ابن عاصم کوفی داریم، تبریه داریم، بلازوریه داریم. یگان تو اونها یا دینوری و مسعودی و دیگر یگان تو اینها درباره این چیز یگان چی نقل نکردن. تو اینکه عصر 8 اومده ابن خلدون اینجا پزد. یکمش دومش که اون چی که ابن خلدون میآورد، ابن خلدون میگه که یقال و گفته میشود یگان قیمت علمی ندارد. از جهت اکادمی نظر کنیم این گپ یگان معنا ندارد. مثل که در کجا دو کامپیر با هم صحبت میکنند و گپ میزنن نمیخوره، یگان قدر نداره، قدر علمی ندارد. سومش تاریخی یعنی که وجود کتابخانه در ایران که اینقدر حاوی یا در برگیرنده اینقدر کتابا باشه ضبط نشده از تاریخ. در یگان سند تاریخی ناموده است که در فلان شهر فلان هزار تا کتاب وجود داشت، فلان کتابخانه بود و فلان هزار کتاب داشت. این اینجا تقریبا یگانجا آمدگی نیست. برعکس نبینید همین شهری که گوند شاپور که ما در یک حلقه اشاره کرده بودیم، گوند شاپور گفتم اهل اساسش کی بود است؟ اهالش زرتشت یا مسیحی ها؟ و گفتیم که مسیحی ها بودن. وقتی که اونا مسیحی باشن این معنی چه داره؟ اونا وقتی که مسلمان آمدن مسیحی ها رفتن صلح کردن با مسلمان ها. وقتی که با صلح فتح شود شهر یکون عصب نمیبیند، چون که مسلمان ها وقتی اونا امضای تسلیم کردن دیگه نه شهر میسوزن نه آدم میکشن نه هیچ. خب اینا اومدن به همین شکل خیلی بلازوری فتگی است. علاوه بر این ما گفتیم که این همیش گوند شاپور 3 عصر دیگر فعالیت داشت در عصر اسلامی، عصر یکم، دوم، سوم، یعنی که تا سال چیه قریب تا سال 400 فعالیت داشت. این دکتر پرویز رجبی که مورخ ایرانی و صاحب 10 ها تالیفات است. از جمله مشهورترین تالیفات او کتاب هزارهای گم شده است. هزارهای گم شده میگه که
در مورد کتابخانه‌ها و کتابسازی، یعنی که ببینید با هم نکته‌ای که ما در اول تاکید کردیم، با توجه به نظام طبقه بندی در مورد تحصیل نباید به این اتفاق باور کرد. حالا که این انسان دیندار هم نیست، عرب پرست هم نیست، برعکس یک یعنی که شخص ملی گرا هست. میگوید که بس به اون که اونجا طبقه گرایی بود، طبقه گرایی بود، این میگه کتاب سازی اینها باور کردن امکان نداره، چون که وقتی طبقه بندی باشد و علم فقط مونوپول یک گروه باشد، هیچ ممکن نداره که ده ها هزار مثلا مؤلف داشته کتاب داشته باشه مؤلفات. میگوید که فلان کتاب 11 روز سوخت. این افسانه ها میگه همش افسانه هست. به هر حال ما ایرانی ها ملت روایی هستیم، یعنی که به شفاهی روایت میکنیم و استناد به شنیده ها میکنیم، هیچ وقت دنبال مدرک و سند نمیرویم. مصاحبه با روزنامه اعتماد سال 1388 هجری شمسی، یعنی یه شخص چی بس شخص ملیگرا است، عرب پرست هم نیست. خب شاید که به دین هم اعتقاد نداشته باشه این آدم. بنابراین این دعواهای چی هستن؟ پوچ هستن. لیکن وقتی که به کتاب‌های مثال ابن ندیم مراجعه میکنیم، به کتاب فهرست ابن ندیم، و میگه که بلازوری کتاب را میگه که در کتاب ذکر میکنه کتاب را به نام عهد اردشیر یافتند و به عربی ترجمه کردن. یعنی مسلمان ها کتاب نساختن، بلکه این کتابای همون گنجینه های فارسی و هندی و رومی و ویزانتی خیلی گفتیم چی به عربی کشوند و در آن پند و اندرس های انوشیروان بود، اردشیر بود، درباره دین و آیین و سنت های شهریاری، یعنی که اداره کردن دولت و این و رفتار و کردار پادشاه و غیره. طبری، مسعودی و فردوسی میگن که اردشیر به شاپور و نسل آینده ساسانی ها اندرزنامه گذاشته است. اون اندرزنامه با ما خیلی حفظ شد به زبان عربی. یعنی که این دعوایی که گوی مسلمان اومده همه چی رو میساختن، همه چی غیر اسلام رو نابود میکردن، دعوای دروغ است. و الا این فردوسی از کجا میگه که اندرزنامه مثلا اردشیر به پسرش شاپور نوشته است، که نسل آینده ساسانان نوشته است؟ اگر همون مسلمان‌ها به زبان عربی حفظ میکردن، از کجا میدونستیم که همچین چیزی وجود داره؟ یا مثلا ببینید یا عباره شوندگیش میگه که در بخارا به زبان سغدی نماز میخوندن. شوندگی یعنی در اول همین بود، یعنی که اجازه داره بدن در اول تا عربی یاد گرفتن شونه. یعنی که اونا اگر اینقدر آدم سوز و آدم کش میشدن، خیلی به اونا اجازه میدن که به زبان خودشون نماز خونن تا زبان عربی یاد گرفتن شونه. این نرشخی هم در تاریخش آوردگی است. این به کدام گپاشون باور کنیم؟ اینو وقتی جای تعریف بیاد میگن که تاجیک‌ها اینقدر چی بودن که زمانشون به زبان فارسی میخوندن یا به زبان سغدی اون زمان. خب مادام این معنی چه دارد؟ تحمل پذیری فاتحه دارد که فاتحه چی مجبور نمیکنن که به نماز خونن به همین شکل. خیلی تا یاد گرفتنش گفتن که همیشه شما به همین شکل نماز خونید. یا باید که واهمی دیگه دارن میگن که در یزد آتشکده یزد 1500 سال عمر دارد. خب بکیار 1500 عمر دارد. این دلیل بر چی میکنه؟ بله نمیرسیدن به اونو. یعنی مادام مسلمان اگر همه چی نابود میکرد، این آتش مقدس شون از این همچون میپرسیدن اونها، لیکن عمده کاردار نشدن. تا اینا فخر میکنن که اسلام آتش ما قدیم تر است. مادام آتش قدیمتون اسلام کاردار نشد، این چون اسلام متهم میکنه که اسلام سوخت و کفت و نابود کرد و خراب کرد و نمیدونم چیکار. همین خودش یک شاهد زنده است، گواهی زنده است که مسلمانو چی نابود نمیکردن، همه چی که غیر مسلمان است. تصور کنید این چقدر جنگل‌های نابود کرد در این 1500 سال. یعنی دین زرتشتی یعنی که محیط زیست و به طبیعت مثلا آشنایی خوبی نداره. چون اگر حوض همین دین میموند و هر یک شهر و هر یک دهات اگر یکتی آتش کده می‌داشت، او در محیط اون درخت میموند. به همین شکل میمونه که ببینید. خلاصه به همین قدر اکتفا میکنم، لیکن جمله زیبایی است برادر. همین کی است که زرینکوب، ما دربارش خیلی چند صحبت داشتیم، یادتون باشه. زرینکوب در کتاب روزگاران، ببین زرینکوب یک کتاب داره به نام 2 قرن سکوت که چاپ اولش خیلی چیا داره، خطاگاه داره که در مقدمه چاپ 2 اومده خود زرینکوب یعنی که اظهار پشیمانی کرد، توبه کرد. ما دربارش حلقه‌ای داشتیم پیش نوشته بود. خب ببین اگر اینجا این آدم اظهار کرد که من در اول زیر تاثیر ناسیونالیستا بودم و ملتگراها بودم و بعضی چیزا مثلا تحقیق نکرده نوشتم، و در چاپ دومش یعنی که در مقدمه اظهار پشیمانی کرد. بعد اون برای همین گویم که خطاگاه خودش اصلاح کردن کتاب به نام روزگاران ایران نوشت یا روزگاران نوشت. این روزگاران خیلی مهم است کتاب جوره. میگه که ببینید همین چیزا خودی بعضی مسلمانان جدا کردن نمیتونن، بنابراین وقتی که همین شاونیست هجوم میکنه حیران میشه که چی جواب بدیم. این میگه که فتح اسلامی البته با جنگ حاصل شد. به جنگ اومدن ها، شهرهای به جنگ گرفتن یا به صلح گرفتن. اما این فرق بین
نشر اسلام بین مردم کشورهای فتح شده به زور جنگ نبوده است، خاصتا جاهایی که مردم از نظر اسلام یعنی که اهل کتاب حساب میشدن، یعنی به جنگ راه گشادن لیکن برای نشر اسلام شمشیر استفاده نبردن. فهمیدید؟ فتح هم معنی گشادن است، گشادن راه است. برای همین این سخنی و یعنی که سخنی جالب است از یعنی که زرینکوب میگوید. برای چه ما از زرینکوب میاریم؟ چون از یگان عالم مسلمان بیاریم این شاهینستا میگن که تو عرب پرست از اون عربا آوردین اینو برای ما از خودی یک شخص یا شخصیت آوردین که اونا چه نه شخصی معتبر میدونن. در جای دیگری کتابش میگه که حکومت ایران به زور شمشیر سرنگون شد، اما توده های مردم اسلام را به زور شمشیر نپذیرفتند بلکه چی قناعتمندانه پذیرفتند. یعنی تا حالا ببینید تقریبا قریب 10-12% اهالی مردم سوریه مسیحی هستند. یک قسمی مردم عراق هم مثلا شاید که 5-7% کلدانی و صابی و آشوری و نصرانی ها هستند اونجا. یزیدی هم هستند. در مصر هم مثلا قریب 10% مردمش نصرانی هست. یعنی اسلام اگر اینا رو به زور شمشیر میکرد یگان فایز نمیموند از اونها. یا خود ایران هم تا حالا مثلا زردشتی ها هستند. خودی همین کریستینس هم میگه که در کتاب تاریخ ایران تاریخ ساسانی میگه که تا عصر بدایت عصر 4 تا بدایت عصر 4 یا نیمه های عصر 4 اکثریت شهرها اکثریت مردم زردشتی بودن. این دلیل برام که مردم آهسته آهسته نرم اسلام پذیرفته هستند. در 1 سال و 2 سال نه، در 100 سال هم نه، در 150 سال هم نه، دوام 250 تا 300 سال زیادتر اسلام در ایران اکثریت شدن مسلمانان. برعکس آسیای ما جای ما مردم در اصل اول اکثریت لکه مسلمان شدند. یعنی مردم ما فارس های اون طرف دریا اسلام رو تستر پذیرفته هستند. بنابراین بسیارتر علما از اون طرف برام دیگه خدا رحم کنه محدث های مثلا چیزای بزرگ خب فقیه ها. خب به این قدر اکتفا میکنیم. السلام علیکم.